یه خرس سفیدی رو دائم ور داشتن میبردن میذاشتن تو قطب. این خرسه بنده خدا دوباره برمیگشت میومده تو جای گرمسیر. هی میبردن دوباره برمیگشت میبرده، هی میبردن دوباره میومده. بعدا متوجه شدن که گرگه زاله اصلا. خرسه ببخشید خرسه. میدونم نه یه خرس بله. قهوه‌ای بوده ولی زال بوده. شبیه خرسای این سری اصلا گفتی فیل. نه اون سری قبلی گفتی گرگ. بابا چی داری میگی؟ من کی گفتم فیل دیگه. من کی گفتم؟ اگه یک کلاغ با یه زرافه ازدواج کنن بچه‌شون چی میشه؟ محسن اگه کلاغ چی میشه محسن؟ اگه کلاغ با زرافه ازدواج کنن میشه کلافه. اگه یه قورباغه و توتی ازدواج کنن بچه‌شون چی میشه؟ محسن یه قورباغه و توتی. قوطی. چون اولش قورباغه بوده قو داشته و آخرش تو داشته قوی این با تیه این میشه قوطی. اگه یه جوجه تیغی با کرم ازدواج کنه بچه‌شون چی میشه؟ جوجه تیغی با کرم نمیدونم. سیم خاردار.